با نمایان شدن طرح کلی آن تخت سنگ، مردم بیشتری اطراف کانال جمع می‌شوند. با اولین تلاش دریچه باز شد. کرافتر بیقراری و اضطرابی که میان افراد حاضر موج زد را احساس می‌کند. این هیجان بود یا طمع؟ اکتشاف آن روز کرافتر همکنون با ارزش‌ترین و محافظت شده ترین گنجی است که در موزه ملی تهران وجود دارد. 5 کیلوگرم طلای ناب. و اولین کلمات حک شده بر روی آن این بود: من داریوش هستم. این اساسنامه بنیانگذار پرسپولیس متعلق به حدود 520 سال قبل از میلاد مسیح بود. حالا بالاخره می‌دانیم کدام پادشاه پارسی نخستین سنگ بنای این مجموعه قصر را بنا نهاد. داریوش پایتختی می‌خواست که نشانگر شکوه امپراتوری او باشد.